سلام، خیلی خوش اومدید به چنل من به اسم دویت پرستو. امروز میخوایم با همدیگه فسنجون گیلانی درست کنیم. اول تکه های مرغ رو همراه با یک عدد پیاز، زردچوبه، نمک، آب و یک قاشق رب انار ترش میذاریم که نیم پز بشه. این کار باعث میشه که بوی زخم مرغ گرفته بشه و از طرفی هم مرغمون خیلی خوش‌طعم‌تر میشه. حالا نیم کیلو گردو رو کاملا آسیاب میکنیم که حریره بشه و بهش آب مرغمون رو اضافه میکنیم. حالا اینقدر این مواد رو با همدیگه هم میزنیم تا کاملا رنگش روشن بشه و با همدیگه کاملا ترکیب بشن. و بعد 1 الی 2 لیوان هم آب سرد بهش اضافه میکنم. نصف پیمانه بهش آبغوره اضافه میکنم به همراه 1 الی 2 قاشق رب گوجه فرنگی. 1 عدد پیاز کامل هم بهش اضافه میکنم به همراه ادویه هاش که نمک هستش، فلفل سیاه و مقداری هم گلپر. و حالا در قابلمه رو میذارم تا مواد به جوش بیاد. بعد از اینکه به جوش اومد و حباب زد زیر گاز رو کم میکنم و دوباره درش رو میذارم تا پخت کامل بشه. یکی از علتهایی که توی این خورشت آب کم میریزیم به خاطر اینه که هی بهش باید یخ اضافه کنیم و این یخ اضافه کردن باعث شوک دادن میشه و باعث میشه که خورشت ما خیلی روغندارتر بشه. حالا به خورشتمون 1 قاشق رب انار ترش و 1 قاشق رب انار شیرین اضافه میکنیم و بچشید. اگه خیلی ترش بود بهش چند حبه قند اضافه کنید و باز هم بهش یخ اضافه میکنیم و در قابلمه رو میذاریم و مقدار خیلی کمی هم دارچین بهش اضافه میکنیم و تیکه های مرغ رو هم به خورشت اضافه میکنیم و پیاز درسته رو هم از خورشت در میاریم. حالا اجازه میدیم که خورشت یه مقدار دیگه جا بیفته و بپزه و در واقع عطر و طعم مرغ و خورشت با هم دیگه مخلوط بشه و مرغا طعم بگیرن. این هم از سفره گیلانی ما که آماده شده. همونطور که میبینید سعی کردم بیشتر مخلفاتی که با این غذا میل میشه رو بذارم. امیدوارم که شما هم درست کنید، دوست داشته باشید و خورشتتون مثل خورشت من یه وجب روش روغن باشه. لطفاً چنل من رو به نام دویت پرستو سابسکرایب کنید، اینستاگراممون رو هم فالو کنید، لایک کنید چون خیلی به حمایت هاتون نیاز دارم. دوستتون دارم.